تا حالا شده حس کنی زندگیت داره از هم میپاشه، آدما میرن، معناها گم میشن و هیچ چیز مثل قبل نیست. نکته این دقیقاً همون لحظه‌ایه که دنیا داره تو رو برای بزرگترین جهش زندگیت آماده میکنه. تا آخر این ویدیو همراه ما باش، چون قراره بفهمی چرا سخت‌ترین روزای زندگیت مقدمه زیباترین فصل رشد تو هستن. و در پایان 3 نشانه مخفی رو بهت میگم. اگه این نشونه ها رو بشناسی دیگه از آشوب و بلا تکلیفی نمیترسی. میفهمی جهان داره باد حرف میزنه، نه اینکه علیهت باشه. نشونه اول شروع پرسشگری درونیه. اولین نشونه بیداری اینه که دیگه نمیتونی مثل قبل زندگی کنی. ناگهان همه چیز رو زیر سوال میبری. باورها، مسیرت، هدفات و حتی معنای بودن خودت. تا دیروز شاید دنبال موفقیت، پول یا رضایت دیگران بودی. اما حالا حس میکنی اون مسیرها خالی از معنا هستن. این دقیقاً لحظه‌ایه که ذهن و روح تو از حالت خواب بیرون میاد. پرسیدن این سوالا نشونه ضعف نیست، بلکه نشونه قدرت و آگاهیه. یعنی صدای درونت داره بیدار میشه و تو رو دعوت میکنه به شناخت واقعی خودت. در این مرحله خیلی احساس سردرگمی میکنن، چون هیچ چیز مثل قبل معنی نداره. اما بدون که این دقیقاً نقطه شروعه. درون تو داره خودشو بازسازی میکنه. مثل یه خاک حاصلخیز که آماده کاشتن بذرهای جدیده. هر سوالی که میپرسی در واقع کلیدیه برای باز کردن یه در بسته در ناخودآگاهت. نشونه دوم جدا شدن از گذشته است. یه روز از خواب بیدار میشی و میفهمی چیزایی که برات معنای زندگی بودن دیگه جذاب نیستن. شاید شغل، دوستات یا حتی روال زندگی روزمره. این یعنی روحت در حال رشد و ارتعاش در فرکانسی بالاتره. و اون چیزایی که باش هم ارتعاش نیستی خودشون از زندگیت حذف میشن. این مرحله میتونه ترسناک باشه، چون احساس میکنی داری بخشی از خودتو از دست میدی. اما واقعیت اینه که فقط داری از پوسته قدیمیت بیرون میای. در عمل باید یاد بگیری این جدایی رو با آگاهی و آرامش بپذیری. گذشته دشمن تو نیست، فقط دوره خودشو تموم کرده. سعی نکن با زور نگهش داری، چون هرچی بیشتر مقاومت کنی دردش بیشتر میشه. نشونه سوم تغییر در ارزش‌ها و اهداف. در این مرحله متوجه میشی چیزهایی که زمانی برات هدف بودن حالا تو رو راضی نمی‌کنن. دیگه دنبال اثبات خودت به بقیه نیستی. بیشتر از این که به چی دارم فکر کنی، به کی دارم میشم فکر میکنی. این یعنی درک تو از موفقیت عوض شده. حالا دنبال معنا و رشد درونی که از بیرون خریدنی نیست. برای اینکه از این مرحله عبور کنی، باید یاد بگیری خواسته هاتو از نو تعریف کنی. مثلا به جای اینکه هدفت رسیدن به موقعیت شغلی بالاتر باشه، بپرس آیا این مسیر با روحم هماهنگه؟ نشونه چهارم فعال شدن شهود. اینجا نقطه‌ایه که عقل و منطق دیگه به تنهایی کافی نیستن. یه صدای آروم و عمیق از درونت شروع به حرف زدن میکنه. شاید اول فکر کنی تصادفیه، اما هر بار که بهش گوش میدی مسیر درست‌تر میشه. شهود در واقع زبان روح توئه. اون از عقل سریع‌تره و از ذهن عمیق‌تره و از تجربه‌ها داناتره. برای استفاده درست از شهود باید سکوت کنی. باید یاد بگیری صدای ذهن پر از ترس رو از ندای درونی جدا کنی. مثلا وقتی بین دو تصمیم موندی، به جای تحلیل زیاد چند لحظه آروم شو و ببین کدوم گزینه حس سبکی و اطمینان بیشتری بهت میده. اون گزینه رو انتخاب کن. اون درسته. هرچی بیشتر تمرینش کنی شهودت قوی تر میشه و تصمیمات همسو با مسیر واقعیت میشن. نشونه پنجم میل به رشد و یادگیری. در این بخش از سفر درونی ناگهان حس میکنی تشنه دانشی. دلت میخواد بخونی، تجربه کنی، یاد بگیری. دیگه از چیزای تکراری و سطحی راضی نیستی. این میل درونی یعنی روحت و آمادهی گسترشه. آمادهی از قالب‌های قدیمی، از ترس و محدودیت‌های ذهنی عبور کنی. برای رشد واقعی باید از من دانا فاصله بگیری و وارد نقش شاگرد زندگی بشی. یعنی پذیرش این حقیقت که همیشه میشه چیز جدیدی آموخت. شاید مسیر رشدت با کتاب و آموزش شروع بشه. اما خیلی زود متوجه میشی که هر آدم، هر اتفاق و هر شکست درسی برای آگاهی تو داره. اگه این ذهنیت رو حفظ کنی،
دیگه هیچ تجربه‌ای در زندگیت بیفایده نمیمونه. نشونه ششم رهایی از روابط و موقعیت‌های سمی. یکی از قدرتمندترین نشونه‌های رشد اینه که دیگه نمیتونی در روابط سمی بمونی که تو رو خسته میکنن. شاید قبلا سکوت میکردی یا خودتو قانع میکردی که درسته، اما حالا دیگه نمیتونی. وقتی درونت رشد میکنه طبیعیه که بیرونت هم باید عوض بشه. پس آدم‌ها و شرایط ناسالم خودشون رو از زندگیت حذف میکنن. اینجا یاد میگیری مرز بذاری. یعنی نه از روی خشم، بلکه از روی احترام به خودت بگی من لیاقت آرامش رو دارم. شاید سخت باشه بعضیا رها کنی، اما بدون هر جدایی یه بازگشت به خودته. تو فقط از دیگران فاصله نمیگیری، بلکه از نسخه ای از خودت که حاضر بود درد رو تحمل کنه جدا میشی و اون لحظه آزادی واقعی آغاز میشه. نشونه هفتم جذب آدمای هماهنگ با روحت. وقتی فضای قدیمی رو پاک میکنی، جهان بلافاصله خلا رو پر میکنه. با آدم‌هایی که تو باشون هم فرکانسی. روابط جدید، سبکتر، عمیق‌تر، پر انرژی‌تر. این یعنی دیگه از روی نیاز ارتباط نمیسازی. از روی آگاهی میسازی. این آدما تو رو نمیکشن پایین، بلکه رشدت میدن. برای حفظ این روابط باید خودتو در ارتعاش بالا نگه داری. یعنی صادق، آرام و متعهد به رشد بمونی. هرچی خودت هماهنگتر با حقیقتت باشی، آدم‌های واقعی‌تری رو جذب می‌کنی. در نهایت متوجه میشی عشق، دوستی و آرامش فقط وقتی وارد زندگیت میشن که خودت اونها رو در درونت ساخته باشی. حالا تصور کن تمام اون دردها، تنهایی‌ها، سردرگمی‌ها و رها شدن‌ها تصادفی نبودن. هر کدومشون یه مرحله از رشد تو بودن. همون بحران‌ها، همون آدمایی که رفتن، همون فرصتایی که از دست دادی، در واقع همشون جهان بوده که تو رو داشته آماده می‌کرده برای نسخه جدیدت. تو در حال فرو ریختن نیستی، در حال شکوفایی هستی. هر چیزی که از دست دادی فقط چیزی بوده که دیگه با تو هم فرکانس نبوده. اگه تا اینجای ویدیو رسیدی یعنی در مسیر بیداری هستی. اما این تازه شروعشه. ممنون که این ویدیو رو تا انتها با ما همراه بودی. اگه دوست داشتی حتما لایکش کن، شیرش کن و کانال ما رو سابسکرایب کن.